یک گروه ساکنان شهر تورسونزاده دعوا دارند زمین‌های کشتشان را که بیش از 20 سال منبع درآمدشان بود خواجگی باغ سامان از دستشان گرفته است. قطعه‌های زمین سالهای 1995 همچون زمین پرزیدنتی به ساکنان داده شده بود. شخصیتی میبره همین زمین من گرفت من باغ با خوش میکرده همین 5 گکتار من اینجا زمین هست همه آدم‌ها گرفت همشه زمین خالی کردم گیر گندم پانتا چیکاره گیر دیگه سه اصولش پول کرده پارتو ویران کرده. بعضی از ساکنان میگویند حجت‌های ضروری را دارند و به مقامات هم مراجعت کردند. مقامات نه تنها حجت‌ها را به نظر نگرفت بلکه آنها را غیر قانونی دانسته از اعتبار ساقط کرده است. اوچان 27 سال کار کردگی هم کالخوز به بوغالتر شده اما وقتش زمین دادگی حاضر اومده گرفته است اینو که اوچا دیجوده کار نکردگی داکیومنتش نیست. در کتابشون برآمدن کامل خوجیبک زمینش کمتر برآمده است بوده است نرسیده است بود اما اومده اکنون زمینمون گرفته است. حدود 5 گکتار زمین که از دست ساکنان به خواجگی انگورپروری باغ سامان شامل کرده شد در اطراف باغ جایگیر بودند. ساکنان جماعت جورا رحمان تورسونزاده از 5 تا 15 ساتق زمین سهم داشتند و در حجت‌هایی که در دستشان هست همچون خواجگی یاری رسان ثبت شده است. زمینای گرفتگی با من اینا مثال زمین دیگه کس دادگی زمینش تا هاش جنگ جنجال که من میرم هاج من اینا کاریدارم در کار یا خاصی من مونده رفت کرم کردگی بودم در جای زمین هاج وای زمین موندگی هاج اینجا زمین یه دادگی ای بادرین کاریدگی این میگه زمین من نمیکاری میگه فهمید این میگه زمین من نمیکاری میگه مثال این من میگه حجت دارم میگه. خواجگی انگورپروری باغ سامان در مساحت 500 گکتار سال 2008 تأسیس یافته است. این باغ آوازه‌دار بوده پرزیدنت تاجیکستان هم سر چند سال مهمان حاجی کمال صاحب این باغ می شود. مسئولان باغ سامان میگویند از 500 گکتار زمین در حجت‌ها درج شده 18 گکتارش در اختیار آنها نیست. مقامات زمین‌های اطراف باغ را که پیش از تأسیس خواجگی انگورپروری به مردم داده شده بود با درخواست راهبریت باغ سامان به خواجگی وارد کرده است. ما با قرار قطع 500 گکتار زمین جدا شدگی لیکن در محل همون 18 گکتار زمین نمیرسد. ما مکتوب قطع برآمدیم همون وای کردن با مساعدت نمایید گفته لیکن ما همون 10 سال زیاد 11 سال شده است که همون نارسیدگی زمین‌ها هم اندازش سپرده اومده استادیم یا که از توازن ما برورد همون مساعدت نمایید. زمین‌های پرزیدنتی 2 مراتبه سالهای 1995 و 97 برای کشت و کار به ساکنان یک عمره داده شد و آن سالها یگانه حجت زمین روی خط ساکنان در بایگانه ناحیه بوده است. بعد از سال 2012 قسمی از ساکنان زمین‌ها را سرتیفیکات کردند. مسئولان اداره زمین شهر تورسونزاده میگویند سنجش آنها نشان داد قسمی از ساکنان در روی خط اساسی نیستند و دادگاه با این سبب سرتیفیکات آنها را بیکار کرده است. در اساس همین روی خط ما در محل هر یک قطعه زمینی که در استفاده شهروندان قرار دارد چه نگذراندیم. در همونجا شهروندان که با زمین خواجگی یا رئیس شخص شهروندان تامین یعنی که نامنوی شده بودن پورا تامین کردن یگان نفر همینو به قطعه زمین نموده ما جابجا کردیم. شهروندانی که در روی خط در حق در روی خط نبودن همون قطعه زمین رو ما برای استفاده برای مینواده به خواجگی دهخانی باغ سامان برگرداندیم. ساکنانی که الکای زمین‌هایشان را از دست داده‌اند میگویند هر سال تا 3 حاصل از زمین میرویاندند و هیچ باور نداشتند که زمین‌های پرزیدنتی را از دستشان میگیرند. و گفته مقامات زمین‌های پرزیدنتی برای استفاده یک عمری است و تنها بعد از مرگ صاحب زمین در اختیار مقامات قرار میگیرد. در قرار دادگاه تورسونزاده آمده است که ساکنان زمین‌های پرزیدنتی را در قید کمیته زمین نگذاشتند و استفاده آن را غیر قانونی دانسته است. مسئولان باغ سامان میگویند حالا همگی 5 گکتار زمین‌های کم‌آمد خود را به باغ شامل کردند و باید 13 گکتار دیگر را هم از حساب زمین‌های دیگر گیرند. شادمان یتیم، علیشیر ظریفی،
озодӣ турсунзода.